دوستان عزیز، تو باغ مشغول کار بودم، داشتم زحمت میکشیدم، بیل میزدم. بعد گفتم یه صبحانه واسه خودم مهیا کنم بخورم. یه خبری رسید به من خیلی رو مخمه. 3 شب پیش یک دزد پریده بود تو دامداری یه دامدار و میخواسته بود گوسفندای این آقا رو بدزده. بعد قوچ این آقا دزد زده بود و پای دزد شکسته. خلاصه زنگ زدن کلانتری و پاسکو، اینو اومدن این دزد رو بردن و الان میگن که دامدار محکومه. علتش هم اینه که چون قوچ به این آقا حمله کرده و پای این آقا رو شکسته، حالا باید آقای دامدار به آقا دزده دیه پرداخت کنه. عجیبه.